سلام دوستای عزیز، بازم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای ترقی خواندن کلمات در زبان آلمانی. به ادامه درس های گذشته میایم امروز به درس پنجم یا لکسیون 5. حرف فاو و حرف وی. البته در آلمانی فاو وی که در انگلیسی ما میگیم برش و وی در انگلیسی دبلیو میگن برش. حرف فاو مانند ف تلفظ می شود و حرف و مانند واو تلفظ می شود. مثال هایش هم است فیل یا زیاد، فون، از، فاتر، وی فیل، وات، واگن. فیل ببینین فاو دقیقا مثل ف تلفظ میشه. فیل، فون، فاتر، وی فیل. ببینین اینجا و واو واری و فاو ف واری تلفظ می شود. وی فیل، وات، واگن. حرف ا در خاتمه کلمات تلفظ می شود مانند کارت، eine، ببینین eine، Frage، Frage، Name، Sprache. Sprache زبانی مانند انگلیسی و دیگه ما قبلا یادآور شدیم. Straße سرک یا جاده یا خیابان برش میگن. حرف او مانند واو تلفظ می شود اما به شکل زیل، یعنی واو در کلمات اصلا شما در فارسی واو چندین رقم تلفظ می شود، ولی واو که اینجا تلفظ می شود مانند واو در کلمات نور، بود، پود و این قسم تلفظ می شود. مانند شوله، شوله، او شوله، نور، نور، بوخ، بوخ، und، Stunde، Stunde، ساعت، یک ساعت. ساعتی که روی دست بسته میشه یا ساعتی که دیوار بسته میشه اونه. ساعتی مثلا یک ساعت، 60 دقیقه، یک ساعت. حرف یوت مانند یا تلفظ میشود. یوت در انگلیسی که جی میگن برش، جی. یا، بله، یا. یاپان، ببینید ژاپن یا ژاپن یا ژاپن، اما در دویچ برش میگن یاپن. jede، jede، هر، مثلا میگن هر روز، jeden Tag. jung جوان، jahr یا سال. حرف کو به شکل مشترک بین کاف و واو تلفظ می شود. مثالایش هم است کوله، منبع، کوله یا سرچشمه. überqueren، überqueren رد کردن یا تیر شدن. مثلا die Straße überqueren، سرک رد کردن یا سرک تیر شدن، از یک طرف سرک به طرف دیگه سرک تیر شدن. überqueren رد کردن. یا مثلا die Grenze überqueren. bequem راحت، bequem راحت. Quittung سند دریافت یا سند رسید، Quittung. کلمات مختوم به ایگ می توانند ایگ یا ایش تلفظ شوند مانند fleißig، fleißig کوشا یا کوشش کننده، کسی که زیاد کوشش میکند. 20، 20 20. wenig، wenig کم. könig، könig پادشاه. این میتونید هم به شکل ایش تلفظ کنید هم میتونید ایگ تلفظ کنید مانند fleißig، fleißig
20 20 wenig König یا König. حرف پ ها مانند ف تلفظ می شود. این عیناً مثل در زبان انگلیسی واری است، مانند فیزیکا فیزیکدان، فوتو عکس. این فوتو هم خودش فکر کنم انگلیسی است. پروفت پیامبر. دلفین یا ماهی یونس هم برش میگن. حرف PF در اول کلمات و ابتدای یک سیلاب مانند ف تلفظ می شود. یعنی صرف یک بخش چیزش است، قاعدهش است به حساب در اول کلمات و ابتدای یک سیلاب مانند ف تلفظ می شود. مانند فنه، ایره نمیخوانیم فنه، میگیم فنه. مایتابه یا تخمپزی. فایفه، شپلاق یا امو بعضی چیزایی هستند که برای سیگرت زدن هم استفاده میکنن. من نمیفهم نام فارسی از چی است. فایفه برای زو هم میگن. این چیز هم فایفه میگن و خودمش اشفلاق هم فایفه میگن. ترینرهای فوتبالی چیزا که مثلا پیشونه ایران فایفه میگن. فوند پاوند میگه. پاوند واحد وزن در انگلستان که است. ما شما پاو هم میگیم. گفیفن از فایفن اگه بگیریم، فایفن اشفلاق زدن، گفیفن حالت گذشته شد. ولی این قاعده اولش بود که در اول کلمات و ابتدای یک سیلاب مانند ف تلفظ می شود، ولی در وسط و آخر کلمات صدای مشترک بین پ و ف را ادا می کنند. یعنی کپف، سر، کپف. اپفل سیب. کوختوپف دیگ پخت و پز. تروپفن قطره. knopf دکمه یا تکمه. بینید اوجه ف تلفظ شد نی، پفنه نشد. فنه، فایفه، فوند، گفیفن. اما اینجا کپف، اپفل، کوختوپف، تروپفن، knopf در وسط و آخر کلمات. اینجا گفته بودیم در اول کلمات و ابتدای سیلاب. ببینید اینجا ابتدای سیلاب است، دو سیلاب است. فکر کنیم یا سه. فیفن سه سیلاب است این لغت. یک سیلاب، فی دو سیلاب، فن سه سیلاب. فیفن. اما اینجا در ابتدای سیلاب نیست بلکه در وسط کلمه است. این قسم نمیتونیم بخونیم تروپفن، میگیم تروپفن یا کپف، اپفل، کوخ، توف. این دو سیلاب بود اما در آخر کلمه به حساب اینجا آمده. کلماتی که با تسیون یا با TEON ختم می شوند به شکل تسیون یا تیون تلفظ می شوند. ناسیون ملت. انفورماسیون اطلاعات یا معلومات. موتیواسیون انگیزه. این انگیزه رو من خودم یک کلمه دیگه برش نیافتم لغت دیگه که چی معنا میده. اما انگیزه. خب حرف اپسیلون در وسط کلمات مانند او تلفظ می شود. وای در انگلیسی، اپسیلون در دویچ در وسط کلمات مانند او تلفظ می شود. مانند فیزیک. ایره فیزیک نمی خونیم، فیزیک.
در انگلیسی میگیم سیستم. سیستم مانند یا تقریبا. اما در دویچ میگن سیستم. سیستم. این بود درس پنجم یا لکسیون 5. تا درس بعدی شما را به الله پاک میسپارم. خدا حافظ و نگهدار کن.